به نام خدا درسمون رو ادامه میدیم از مبحث قبلی. همین جلسه با عنوان جرم اتمی میانگین. خب ببینید، شما میدونید که ایزوتوپ ها برای یک عنصر وجود دارن در طبیعت. برای مثال گفتیم منیزیم هم منیزیم 1224 داره، هم منیزیم 1225 و هم منیزیم 1226. خب ما گفتیم ایزوتوپ ها یعنی هم مکان هستن، یعنی توی جدول تناوبی یه خونه بهشون میدم. خب پروتون های همشون که 12 تاست، پس این 12 رو به عنوان عدد اتمی نویسم. اما من اینجا چه عددی گزارش بدم؟ جرمو برای کی رو گزارش بدم؟ خب باید یه جوری این جرم رو گزارش بدی که نه 24 ناراحت بشه، نه 25 ناراحت بشه، نه 26، چون خونه مال همشونه دیگه. پس باید یه عددی باشه که از همه‌شون گرفته شده باشه من اینجا گزارش بدم. مثل اینه که ما میخوایم از نمرات درس‌های شما معدل بگیریم. خب فقط نمیایم نمره ریاضی رو گزارش بدیم، فقط نمره شیمی رو گزارش بدیم، همه درس‌ها رو گزارش میدیم: ادبیات، عربی، دینی، زبان و الی آخر. خب حالا آیا همینجوری نمرات رو با هم جمع میکنیم معدل میگیریم؟ نه. بعضی از درس‌ها تاثیرشون بیشتره، ضریبشون بیشتره، پس اونا تو معدل تاثیر بیشتری دارن. بنابراین ما برای جرم اتمی میانگین که میخوایم حساب کتاب کنیم، برای مثال منیزیم 1224، چون تعدادش، چون فراوانیش در طبیعت بیشتره، همونطور که تو عکس کتابتون داشتید، بنابراین عددی که ما گزارش میکنیم قاعدتاً باید به این عدد این بیشتره نزدیکتر باشه. خب بریم ببینیم چجوری حساب کتاب میکنیم. دو تا فرمول داره، هر دوتا هم یه جواب میده، فرقی با هم نمیکنن خیلی. فقط ممکنه که مثلا شما تست میزنید یه فرمول راحت تر باشه با توجه به داده های مسئله‌تون. بریم ببینیم. برای مثال شما جرم اتمی میانگین، فرمول اول رو ببین: درصد فراوانی ایزوتوپمون، یکی از ایزوتوپامون ضرب در جرم همون ایزوتوپ به علاوه، حالا میریم سراغ ایزوتوپ بعدیش، درصد فراوانی ایزوتوپ بعدی ضرب در جرم همون ایزوتوپ به علاوه الی آخر. چند تا ایزوتوپ داره؟ ممکن دو تا فقط داشته باشه، ممکنه مثل منیزیم سه تا داشته باشه. پس وقتی سه تا داشته باشه این ادامه پیدا میکنه به همین ترتیب تقسیم بره. چون اینجا درصد فراوانی گذاشتی، تو مخرج کسر 100 میذاری، کلش میشه 100. فرمول دو چیه؟ مثل همون فرمول بالاییه، فقط به جای درصد فراوانی تعداد رو گذاشته. تعداد اتم ایزوتوپ یک ضرب در جرم همون به علاوه تعداد اتم ایزوتوپ دو ضرب در جرم همون به علاوه الی آخر اگه داشت بیشتر، تقسیم بر مخرج چی میشه؟ تعداد کل نمونه، اتم های نمونهمون. بریم پایین ببینیم. مثال اول: اگر بدانی درصد فراوانی لیتیوم 36 برابر 6% و درصد فراوانی ایزوتوپ 37 برابر 94% است، جرم اتمی میانگین لیتیوم برابر چنده؟ میذارم تو فرمول. خب کدوم فرمول استفاده میکنم؟ میگم چون درصد فراوانی داده من راحت ترم که فرمول بالا رو حساب کنم. پس درصد فراوانی لیتیوم رو داده 6%، جرمش چقدره؟ میگیم 6. جرمش 6. یک جرمو نداده هم عدد جرمی رو بذار. خب از 6 ضرب در 6 به علاوه برای ایزوتوپ بعدی 7 درصدش رو داده 94 ضرب در جرمش چقدره؟ 7 تقسیم بره، چون درصد بود تقسیم بره 100 میکنم و یادتون باشه که ضرب مقدم تر بر جمعه، پس اول ضرب رو حساب میکنم، بعد با هم جمع میکنم، بعد تقسیم بر 100 میکنم و به من میده 6 ممیز 94 واحد، چون یه دونه اتم بود AMU. پس تقسیم بر 100ش هم تو مخرج حواست باشه. مثال دو، همون مثال یکو ببین، تعداد فقط داده اینجا. فرض کن مثال یکو نداشتم، اگر تعدادی میداد چطور بود؟ اگر بدانیم از هر 50 تا لیتیوم 3 تاش لیتیوم 36 مابقی لیتیوم 37، جرم اتمی میانگین برابر چنده؟
خب میگم چون تعداد داده فرمول دوم برای من راحت تره. پس میگم 3 تاش 6 به علاوه بقیهش از چند تا؟ از 50 تا بود دیگه. پس 47 تاش 7 تقسیم بر 50 مساوی 6 ممیز 94 AMU